تصور کن یه روز بهت خبر میدن که طراحیات رو میز داورای برندهای بزرگی مثل لویی ویتون و شنل و گوچی و این برندهای بزرگه. چطوری میتونه این اتفاق تو واقعیت براتون بیفته و فقط یه رویا نباشه؟ با شرکت تو مسابقه های طراحی بین‌المللی. با برنده شدن توی این مسابقه علاوه بر این که بهتون از 10,000 تا 400,000 دلار یا حالا یورو جایزه میدن، این برندها بهتون کمک میکنن تا شما برند شخصی خودتون رو اندازی کنین و جهانی کنین. خب حالا بریم سراغ اصل ماجرا، اینکه چطوری میتونید توی این مسابقه ها برنده شید. برای اینکه بتونید توی این مسابقه ها برنده بشید، اول از همه باید بدونید که موضوع اون مسابقه چیه. یه سری از این مسابقه ها به مد پایدار اهمیت میدن، یه سری از این مسابقه ها به ایده و خلاقیت شما اهمیت میدن. اول باید بدونید که موضوعش چیه که تو راستای همون شروع کنید به طراحی و تولید. تو قسمت‌های بعدیش مهم اینه که شما یه ارائه قوی داشته باشید، اینکه چطوری این طراحی اتفاق افتاده، از کجا ایدهش به ذهنتون رسیده، مراحل تولیدش چجوری انجام شده و باید بعدش یه پورتفولیوی خیلی دقیق آماده کنید از تمام مراحل کارتون تا بتونین داورا رو دقیق در جریان داستان طراحی و تولیدتون قرار بدید. یه سری مسابقه دیگه هم هست که جایزه نقدی نداره ولی اونقدر مدرکشون معتبره که برندهای بزرگ با شما قرارداد همکاری میبندن. لیست این مسابقه ها آخر ویدیو براتون میذارم که بتونین اسکرین شات بگیرین و اگر میخواین بیشتر در رابطه با این مسابقه ها بدونین بهم دایرکت بدین یا برام یه کامنت بذارین.